سران مذهبی چند تو کشور آمدن ایران، چند روزی هم قم بودن و رفتیم اونو یه جلسه 4 ساعتی با اینا گپ زدیم. دقیقای آخر من گفتم که نظر شما راجع به حضرت مهدی چیه؟ گفتن مهدی امام آخرالزمانه. چون خود اهل سنت خیلی کتاب نوشتن راجع به امام زمان علیه السلام، قبول دارن حضرت مهدی رو، قبول دارن، حتی وهابی‌ها هم قبول دارن. گفتن امام آخرالزمانه که میاد، آخرت زمان میاد دنیا را پر از عدل و داد میکنن. گفتم حالا که اینطوره جمع شید با انتخابات حضرت مهدی رو انتخاب کنیم، بیاد مثل رئیس جمهور یه مهدی پیدا کنیم بهش رأی بدیم بشه امام آخرالزمان، دنیا رو پر از عدالت کنه. چرا معطلید شما؟ گفت امام آخرالزمان که نمیتونیم ما تعیین کنیم، امام آخرالزمان رو باید بگید خدا. گفتم چطور امام اول شما تعیین کردید؟